اینم همین که ممکن پدرمو 1 میلیون بریده باشه یک تحقیقاتی. معروف حیدرو که 20 سال به خدنه کودکان مشغول بود حالا این کسب را کنار گذاشته است. خدنه را از پدر و بابا کلانش یاد گرفته است. مردم شمال دوشنبه اکثرا برای خدنه کردن پسرانشان استا آچل پدر معروف را دعوت میکردند. با درگذشت پدر معروف کسب او را ادامه داد. این خانواده به مثل دیگر خانواده های خدنگر میان مردم شهرت دارد و از همین حساب برای زندگی پول به دست می آورد. قریب 18-20 سال میشه این کار کردیم نه. من خیلی کوزی مثل طرف ممکن نیست. ای حساب برای اونجا بس تمام استاسد من کردگیم نه. بر اساس قانون اصلاح شده تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها از این پس خدنه تا 20 روزگی کودک و در شفاخانه انجام داده می شود. مردم تاجیکستان این سنت را 100 ساله ها باز در خانه انجام می دادند. بعضی ها می گویند من این خدنه در خانه کار درست است. در وقتای ما در وقت کودکی بودن در خانه خدنه سور میکردن حاضر خوبتر شد که در بیمارخانه دکتر دم خدنه سور میکردن. ای پسر ما بانیسته دکاگیم نه دیگون پول داگی نیست مثال میرد همون دکتر دو نکویم باشه میکنن خانه به میکردن استا آمد در ما خانه شوکش میبرید و میرفت خواهی اکی چیزی تازه می ناتازه کتی میبرد نمیبرد و پخته میماند و خونه من هفته هاش کتی نغز نمیشود خوب است آخری جهتی بیدی طبی شده نست آخری خوب است که هم در مردگی بره خودش هم نمیفهمد اینجا هم نمیفهمد همه کتی تیز حد میشود میرود همه کتی. حالا والدانی را میبینیم که پس در بیمارستان ها برای خدنه کردن فرزندانشان نوبت میپایند. طبیبان میگویند من این خدنه در خانه ضرور بود زیرا احتمال سرایت بیماری ها از کودکان خدنه شده به کودکان دیگر وجود داشت. دیگر اینکه خدنه عمل جراحی است و بغیر از طبیب کسی دیگر حق انجام دادن آن را ندارد. اگر که این عملیات از جانب استا اجرا کرده شود یگان خیل به حس گردانی همون بیمار گذرانده نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون طفلکان است. خدنه حتمی در شفاخانه ها در تاجیکستان از ماه اوگوست و بعد قبول قانون نو در برای تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها شروع شد. بغیر از من این خدنه در خانه دیگر والدان حق ندارند خدنه توی برگزار کنند. طور معلوم خدنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان حتمی است و طبق قاعده های اسلامی باید تمام پسران خدنه کرده شوند ولی دیگر نه در نزد استا. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.